فیلم با دعوای گروه نقش اصلی دوشک شروع میشه. اونها به یک رستوران حمله میکنن و همه چیز رو به هم میزنن. وقتی به خونه برمیگرده به نظر میرسه که اعضای گروهش دارن درباره موفقیت گروهشون در منطقه حرف میزنن. ولی اونها فکر میکنن که دوشک باید تحصیل خودش رو از سر بگیره. آنها میگویند که همه برادران کوچکترش تحصیل کرده و به کالج رفتن. بعد از آنها برادر بزرگتر به دوشک گفت تا وقتی که تو فارغ التحصیل بشی من از گروه مواظبت میکنم. بعد از آن ما با 2 نفر زیر دستای دوشک به نام سایندو که از کالج فارغ التحصیل شده و کاری یک احمق به تمام معنا آشنا میشویم. کاری همیشه از دوشک به خاطر کارهای خودسرش کتک میخورد. سایندو و کاری دنبال راهی برای رفتن او به مدرسه گشتند و در آخر اون به مدرسه خصوصی به عنوان یک 19 ساله ثبت نام شد. در سکانس بعد دوشک موهای خودش رو درست میکنه و یونیفرم خودش رو میپوشه. برای رفتن به مدرسه اون وسایل خودش رو جمع میکنه و بیرون میره. وقتی از خونش خارج شد زیر دستایش رو دید که بهش تبریک میگن. دوشک عصبانی میشه و میفهمه همه اینها سر کاری بوده. تو راه مدرسه دوشک میبینه که بچه‌ها به سمت مدرسه میدوند. پس اون هم تصمیم میگیره همین کار رو بکنه. پیاده میشه و شروع به دویدن میکنه. اون نمیدونست بچه‌ها برای این میدوئن چون نمیخوان توسط معلم ریاضی آقای جو تنبیه بشن. در راه دویدن دوشک با دانش آموزی به نام یانگجو آشنا میشه که کیف پول خودش رو جا میذاره. دوشک اون رو صدا میزنه ولی اون هیچ توجهی نمیکنه. دوشک برمیگرده که کیف پول اون رو برداره. به خاطر همین اون دیر به مدرسه میرسه و مجبور میشه جلوی در مدرسه زانو بزنه. در همین لحظه خانم لی معلم درس انگلیسی وارد میشه و همه به اون خوش آمد میگوین. سایندو نیز خانم لی رو میبینه و عاشق اون میشه. در سکانس بعدی یانگجو و دوستانش با جیهه قلدر مدرسه دعوا میکنن. آنها توسط معاون دیده میشوند و به دفتر میروند. جیهه و دوستانش بدون هیچ تنبیهی تبرئه میشوند، در صورتی که یانگجو توسط معاون مورد تنبیه قرار میگیره. در سکانس بعد دوشک به صورت خنده‌داری خودش رو معرفی میکنه و بچهای کلاس برای اون دست میزنن. اون میره و کنار یانگجو میشینه. حین کلاس دوشک به خاطر انجام ندادن کارهای مدرسه‌اش توسط آقای جو مورد تنبیه قرار میگیره. در همان روز دوشک تصادفی به قلدرهای مدرسه میرسه. اونها دوشک رو میزنن ولی اون برای اینکه هویتش مخفی بمونه هیچ کاری نمیکنه. ما یک مرد میانسالی رو میبینیم که یک دوربین دستشه و از همه اتفاقات مدرسه فیلم میگیره. بعد از مدرسه دوشک میخواد که یک بسته سیگار بگیره ولی صاحب مغازه اون رو به بیرون پرت میکنه چون که دوشک یک یونیفرم مدرسه رو پوشیده. در سکانس بعد کاری سایندو رو حین اینکه تمرین شمشیربازیش رو انجام میده مسخره میکنه. سایندو تماسی رو از رئیسش دریافت میکنه که از اون غذا میخواد. سایندو براش غذا میاره. بعد از آن با خانم لی روبرو میشه و خودش رو عموی دوشک معرفی میکنه. وقتی که دوشک در حال غذا خوردن بود، همکلاسی‌هایش از غذاهایی که اون میخورد تعجب کردن. در همین حال سایندو خانم لی رو به قرار برده و کارت خودش رو به خانم لی میده که اگر مشکلی پیش آمد به اون بگه. روز بعد که دوشک میخواد به مدرسه بره، سایندو به اون هدیه‌ای میده که اون به خانم لی تحویل بده. دوشک به دفتر معلمان میره و هدیه رو اونجا میذاره. وقتی که اون میره خانم لی هدیه رو باز میکنه و میفهمه که اون یک ست بیکینی هدیه گرفته. بعد از آن معاون به بچه‌ها میگه که پسرها باید ختنه شوند و ما دوشک رو میبینیم که انگار شرایط خوبی رو نداره. وقتی میخواستن به خانه برگردن، یکی از اعضای مافیای حریف اون رو میشناسه و به رئیس خودش خبر میده. بعد از اون معاون مدرسه بچه‌هایی که شهریه کلاس رو ندادن رو تنبیه میکنه. در همان هنگام آقای جو به داخل کلاس میاد و به بچه‌ها میگوید که بشینن. بعد از اون خانم لی به جیهه میگوید که از کلاس بیرون برود. وقتی میبینه که اون داره با همکلاسی‌هاش کاغذ رد و بدل میکنه. ولی جیهه به جای بیرون رفتن خانم لی رو مسخره میکنه چون خانواده پولداری داره. اما خانم لی با سرپوش گذاشتن بر این به جیهه سیله محکمی میزنه. بعد جیهه به مادرش زنگ میزنه و ماجرا رو تعریف میکنه. مادر جیهه سر میرسه و شروع میکنه به کتک زدن خانم لی. معاون پشت مادر جیهه وایساده ولی آقای جو از خانم لی دفاع میکنه. بعد آقای جو به دفتر مدیر فرستاده میشه و اونجا مدیر بهش میگه که اگر این کارت رو ادامه بدی مجبورم اخراجت بکنم. آقای جو به کلاس میره و سعی میکنه اونها رو آروم کنه
ولی یکی از بچه‌ها نمیتونه جلو خندش رو بگیره و به همین خاطر آقای جو اون رو تنبیه میکنه. بعد رئیس قلدرها به آقای جو فحش میده و اون رو به عقب هل میده. دوشه که این رو میبینه خونش جوش میاد. اون شروع میکنه به زدن قلدر. بعد از اون همکلاسی‌هایش از او حساب میبردن. همون شب دوشک برای قلدر کلاس غذا میخره و به اون میگوید که باید با معلم به خوبی رفتار کنه و از اون در برابر قلدرها محافظت میکنه. در مدرسه مدیر به آقای جو میگوید که نمرات جیه رو افزایش بده، ولی آقای جو از این کار امتناع میکنه. در همان حین معاون خانم لی رو به دفتر میاره و نمرات دانش آموزاش رو مسخره میکنه. سعی میکنه که به خانم لی دست رازی کنه، ولی اون عصبانی میشه و حین خروج از کلاس به دوشک برخورد میکنه. آقای جو یانجو رو به دفتر دعوت میکنه و به اون میگه برای اینکه بورسیه بگیری بهتر بیشتر درس بخونی. بعد از مدرسه دوشک و اون تا خونه‌شون قدم میزدن که یانجو به دوشک میگه که احتمالاً نتونه به دانشگاه بره و به اون میگه که یک نوشیدنی مهمونش کنه. در حال رفتن به رستوران سایندو و خانم لی رو میبینن که با هم غذا میخوردن. پس اونها هم اضافه شدن و اون شب نوشیدنی زیادی خوردن و تا جایی که میتونستن رقصیدن. در سکانس بعد دوشک با سایندو و کاری به بار رفت که چند خانم برای خدمات به اتاق وارد شدن که یکی از آنها یانجو بود. بعد از آن یانجو از دوشک پول خواست برای کالج چون فکر میکرد اون پول داره. دوشک از اون میپرسه که چرا این کار رو میکنه و اون جواب میده که بدون این کار نمیتونه شهریه‌اش رو بده. اونها شروع به دعوا کردن میکنن و یانجو با گریه بار رو ترک میکنه. بعد از آن دوشک از سایندو میخواد که درباره مدرسه تحقیق کنه که چرا انقدر پول میگیره. روز بعد که یانجو شخصیت اصلی دوشک رو میدونست میره و کنار اون میشینه و جو عجیبی بین اونها ایجاد میشه. در همین حین یکی از دوستان یانجو سر میرسه و خبر میده که آقای جو قرار است که اخراج بشود. با اینکه اون بچه‌ها رو میزد ولی در مقابل آنها میدانستن که اون آدم خوبی است. تو آخرین کلاس اون میشه دید که بچه‌ها دارن گریه میکنن. بعد از آن آقای جو وسایلش رو جمع میکنه و بی سر صدا میره. معاون یانجو رو میبینه که داره با کامپیوتر کار میکنه ولی اون هیچ توجهی نمیکنه. در سکانس بعد سایندو به دوشک مدارکی رو نشون میده که انگار مدیر مدرسه تعداد زیادی فروشگاه، زمین گلف و ماشین‌های لاکچری داره و همینطور اون با بعضی از اعضای مافیا هم دوسته. بعد مدیر پستی رو درباره مدرسه خودش میبینه مبنی بر ناعادلانه بودن تقسیم نمرات در مدرسه. مدیر از معاون میپرسه که به نظر کار کی بوده و معاون میگوید که یانجو رو دیده که با کامپیوتر کار میکرده. بعد از آن مدیر به کلاس اون رفته و اون رو اونقدر کتک میزنه که یانجو خونریزی میکند و در نهایت بیهوش میشود. سکانس بعد دوشک یانجو رو به بیمارستان میرسونه. دانش آموزان اعتراض میکنن که یانجو رو برگردونن ولی دوشک تو کلاس میمونه و نمیخواد که شرکت کنه. دوشک همان شب از سایندو درباره چگونه نجات دادن مدرسه مشورت میخواد ولی سایندو میگوید که تا زمان فارغ التحصیل شدن بهتر از کاری نکند. اما دوشک فکر میکنه که این کار خوبی نیست. اون به بیمارستان میره تا یانجو رو ببینه. اونها همدیگر رو بغل میکنن و از اینجا میشه فهمید که اونها همدیگر رو دوست دارن. روز بعد دوشک میبینه که اعتراض کننده ها جلوی در وایسادن. مدیر با گروهی از مافیا سر میرسه و آقای جو سعی میکنه که اون رو بزنه ولی اعضای مافیا اون و دیگر افراد رو کتک میزنن. بعد از آن دوشک به زیر دستای خود زنگ میزند تا به کمکش بیاین و ما مردی رو که فیلم میگرفت رو میبینیم. اعضای گروه دوشک سر میرسن و دعوای بزرگی ایجاد میشود. بعد از شکست مافیا برای اعتراض به داخل مدرسه میروند. گروه بیشتری از مافیای حریف سر میرسن. بعد از مدتی اونها تصمیم میگیرن که رئیس هر گروه با هم مقابله کنند. بعد از مساوی شدن دعوای رؤسا اونها تصمیم میگیرن که زیر دستا با هم بجنگن. دعوای بزرگی سر میگیرد. اونها انقدر میجنگن تا یکی از پا در بیاد. ولی پلیس سر میرسه و دستگیرشون میکنه. بعد فردی که از همه اینها فیلم گرفته نوار اون رو تو جیب پلیس میذاره. در آخرین سکانس دوشک مدارک خودش رو به رئیس نشون میده. ولی رئیس میگوید که هنوز هم باید اون درس بخونه. پس باید دانشگاه رو نیز شروع کنه.